اینترنت چطوری کار میکنه؟ تکنولوژی به سادگی. اینترنت. تو ویدیوی قبلی راجع به روش‌های ذخیره داده صحبت کردم، ولی تو ویدیوی امروز میخوام راجع به روش‌های انتقال داده صحبت بکنم. ما روش‌های زیادی داشتیم در طی هزاران سال گذشته واسه انتقال داده، ولی یه روش که الان با اومدنش همه اون روش‌ها رو جایگزین کرده، اینترنته. اینترنتو میشه با یه کاردستی ساده نشون داد. من 2 لیوان دارم. این لیوانا رو با نخ به هم وصل میکنم. اگر من تو سر یکی از این لیوانا حرف بزنم، تو اون سر صدام شنیده میشه. حالا بیا به اون سیمی که این 2 لیوان رو وصل میکنه بگیم اینترنت. اینترنت به سادگی یک سیمه. سیم توی زمین میتونه مس باشه، میتونه فیبر نوری باشه. سیم توی هوا میتونه ماهواره باشه. ولی به سادگی یک سیمه فقط. اون 2 لیوان چیان؟ اون 2 لیوان سرورن. مثل دکلای مخابراتی که تو خیابون میبینی، اونها نقش سرور رو بازی میکنن. پس من یه سرورم؟ نه، تو یه کلاینتی. به معنای مشتری. تو به سرور متصل میشی و سرور به اینترنت. بعد یه سوال. من میخوام این عکس رو به دوستم انتقال بدم. چطوری باید انجامش بدم؟ اول از همه اون عکس به چند قطعه تقسیم میشه به نام پکت و این پکت ها به سرور فرستاده میشن، مثلا مخابرات، و بعد به اینترنت میرن و بعد به سرور ایرانسل و بعد به دوست من. داخل کامپیوتر دوست من این پکت ها کنار هم قرار داده میشن به صورت منظم و پیام من بهش میرسه. پکت شدن مخصوص عکس نیست. هر نوع رسانه و هر نوع شکلی باید اول به پکت تبدیل بشه، بعد به سرور ارسال بشه. یه نکته دیگه بگم و برم. وقتی که تو به سرور وصل میشی، یک عدد اختصاصی بهت داده میشه. این عدد بر اساس محل زندگیته. به این عدد میگن IP اطلاعات مهمیه. VPN ها وظیفه‌شون اینه که این IP رو عوض بکنن تا به سرور خارجی بگن که این یک عدد متفاوته. IP محل زندگی توه. پس حواست باشه از VPN های مطمئنی استفاده بکنی، چون که اطلاعات مهمی واسه از دست دادن داری. اگه از ویدیو خوشت اومد، ویدیو رو لایک کن و اگر بخوای محتوای شبیه این بیشتر ببینی، کانال رو فالو کن. من طاها هستم از کانال نئون ویتک و میبینمتون توی قسمت بعدی از تکنولوژی به سادگی. ولی قبل از اینکه برم یه سوال داشتم.